در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد مخالفین حکومت محاصره پارلمانت کشور را ادامه داده فرمان دادگاه عالی این کشور درباره قطع اعتراض را نادیده گرفتند. سرور مخالفین عمران خان و متفق او طاهر القدری همراه با هزارها هوادارانشان گردهمایی را دوام داده استعفای سروزیر پاکستان نواز شریف و اصلاحات قانون انتخابات را مطرح نمودند. به گفت عمران خان، منصبداران بلندپایه و دادرس‌ها به تقلب در انتخابات عمومی سال 2013 هم راه دادند. در مناطق کوهی شمال قرقیزستان 3 روز این جانب سوختار ادامه دارد. وزارت حالتهای فوق‌العاده قرقیزستان میگوید در نزدیکی دهه ارشنی کنار بشکک در مساحت 15 هکتار علف خشک و درختها به کام آتش رفتند. ساکنان محلی و خدمات آتش نشانی قدرت ندارند که سوختار را خاموش کنند، زیرا هوا خیلی گرم با 40 درجه سلسی برابر است. در شهر کابل افغانستان وزارت امور زنان کنفرانس 3 روزه را آغاز نمود که هدف از آن تشویق توی‌های عروسی کم خرج و کاهش خرجات در هر گونه ضیافت‌ها می باشد. با گفته وزیر امور زنان افغانستان، مردم باید درک کند که این گونه خرجات بی‌معنی شمار زیادی ساکنان کشور را زیر قرض‌های میان شکن می‌گذارد. همچنان در کابل شورای کریکت افغانستان میزبانی مسابقه ورزشکاران سراسر این کشور را به دوش گرفت. در دوام یک هفته آینده در کنار مسابقه چهاربینی‌های تشویق کننده رشد ورزش برپا خواهد شد. دسته منتخب کریکت افغانستان با نتیجه های نظرگیرش هواداری زیاد پیدا کرده است. فعلا کریکت بازان افغانستان در ریتینگ بین المللی جای 11 را اشغال می‌کند.